سلام خدمت دوستان عزیز. چارت طلا رو مشاهده میکنیم. امروز 30 اردیبهشت ماه. همینجور که مشاهده میفرمایید یه لگ 4 ساعته سعودی، در دل اون هم یک لگ 1 ساعته سعودی، لگ قدرتمندی هستش و انتظار سعودی بودن بازار رو داریم در اون ناحیه‌ای که مد نظر من. اولین ناحیه که بعد از رفتن به تایم پایینتر که همون تایم تریگرمونه، الان بر اساس فرمایش‌های بقیه بزرگان این بازار ما میتونیم تایم تریگرمون رو 15 دقیقه انتخاب کنیم و اون ناحیه که مشخص شده میتونه ناحیه بای باشه. هر چند رفتن به اون ناحیه چون خیلی هزینه برداره امکان پذیر نیست. مدل بعدی که میتونیم پیش بینی کنیم در واقع یک چرخش که هم دستیابی به قیمت بهتره. این مدل این نوع چرخشه در تایم فریم 15 دقیقه که امکان پذیره و در این شرایط بهش میگن در واقع چرخش برای دستیابی قیمت بهتر. مورد بعدی هم میتونیم در 15 دقیقه سوینگی که شکسته شده رو در اونجا انتظار یک چرخش نزولی بعد از اون شکسته شدن سطح خودکشی اون ناحیه و به دنبال اون پول بک و بای گرفتن. و این اتفاق افتاد، اما در تایم فریم 1 دقیقه ما نمیتونستیم وارد بشیم، ورود کنیم. البته بر اساس 5 دقیقه ورود میکردیم چون سرعت و قدرت برگشت به اون سطح و خط قرمز رنگمون که سطح خودکشیه فیل شده است در واقع، اونو چون خیلی به سرعت برگشت ما نمیتونستیم در 1 دقیقه ورود کنیم و باید در 5 دقیقه ورود میکردیم و کندل 5 دقیقه واسه ورود بای نداد و در نهایت یک چرخش کلی به ما داد که ما تونستیم این چرخش کلی رو، همون سطح خودکشی که با یک لگ قدرتمند اومده بالا، اونجا بای بگیریم و 450 پیپ صعود کرد. در واقع همون اتمام موومنت لگ 4 ساعته قدرتمندمون که اول ویدیو براتون گذاشتم. امیدوارم موفق و مؤید باشید. روز خوش.